پایان زود هنگام جنگ از زبان ترامپ. رئیس جمهور ایالات متحده در حال به پایان جنگ ایران و آمریکا خوشبین است که سرنوشت مذاکرات آتش‌بس هنوز هم مبهم است. اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای فروپاشی جمهوری اسلامی است و عراقچی به هدف گفتگو با پوتین درباره جنگ و روسیه سفر کرد. بسته ماندن تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت، آمادگی سربازان ایران و آمریکا برای جنگ دیگرباره و محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا داغ‌ترین خبرهای این شب و روز درباره خاورمیانه است. سلام، به تحلیل یک امشب با من اسماعیل سادات خوش آمدید. مهمان من دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل است. آقای فاطمی سلام، به تحلیل یک خوش آمدید. ترامپ به چی چیز خوشبین است به نظرتان که از پایان زود هنگام جنگ سخن میزنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما. خب با ترامپ هیچ کس نمیفهمه. یک دقیقه خوشبین است، یک دقیقه بعد با تمام تمدن از بین میبره. در یک دقیقه میگه که مسئله تمام است و اونا تسلیم شدن، در دقیقه دیگه میگن که ولی اینا خو خطر جدی برای منطقه هستند. بنان بسیار مشکل است که از همچون توازن ذهنی که توازن نداره و به حساب استقرار فکری نداره، از این بابت تحلیل کردن، تجزیه کردن همچون یک شخص روانی بسیار مشکل است. اما آقای ترامپ دنیای دیوانه خوانده آقای فاطمی اخیراً. خود دیوانه خوانده یا دنیا را دیوانه خوانده؟ دنیا را با مردمانش. به شما معلوم است میگه اگر کلگی مردم جور باشه و یک دیوانه باشه، خب کلگی میفهمه که یک دیوانه است. اما اگر یک دیوانه باشه برای از او کلگی دنیا دیوانه معلوم میشه. اینا خودتان میفهمین که برای از او چرا دنیا دیوانه معلوم میشه، چرا که او طوری که میخواه و بازی میکنه با میلش نمیشه. از این بابت میفکر میکنه که همه دیوانه هستن و همه سالم هستن و یا باید با زور یا با رضا باید من اینا را مطیع کنم و فرمان خود در اونجا با پیش ببرم، چیزی که حال ممکن نیست. اینا دقیقه به دقیقه بازی ها را از دست میتن. شما میبینین که راپورای جدیدی که در مورد از اینا میه، مثلا من یک راپوری که تازه نشر شده NBC نیوز امریکا که هم یک از اداره خبری است که دونالد ترامپ به حساب مخالف از این است. این میگه که ایران آنقدر به امریکا صدمه رسانده که تصور از او را کردن نمیتونن. مردم از او بیخبر هستن و امریکا او را پوشیده نگاه میکنه. باز میگن که تمام مراکز نظامی امریکا در شرق الاوسط کاملا مسمار شده، از بین رفته. احیای از او زمان طویلی را در کار داره. سیستم دفاع هوایی امریکا از بین رفته، رادارهایش از بین رفته، تیارهای خود از دست داده. باز یک مثال تازه از او میتن که دیروز در کویت که ایران حمله کرده و به تیارهای حمله کرده که تصور نمی کردن. تیارهای F5 از جنریشن اول است. حالا ما شما جنریشن یا نسل پنجم داریم. F16 است، F35 است، جنریشن 5 است. F5 جنریشن اول است که در دهه 1960 شاه ایران از امریکا گرفته بود. اونو تیاره را ایران استفاده کرده، 5 تیاره رفته بالای کویت حمله کرده، میدان هوایی را هم زده، تیاره مدرن وقتی از اینا را هم زده، هلیکوپترها را هم زده، تمام سیستما را مسمار کرده، پایگاه را کاملا از بین برده. حالا که از امریکا سوال شده که شما این تیاره را چرا زده نتانستین؟ تمام رادار و چیزایتان فعال بود. گفت چون رادار و سیستم ما به معیار تکنولوژی جدید استوار بود و این تکنولوژی بسیار کهنه بود، برای با این آشنایی نداشت. وقتی که آمده او را نشناخته، بنان او را نزده و او آمده اهداف خود زده و رفته. ببینن این رقم یک حالت در امریکا رخ داده. اونا این را به دنیا نمیگن. اونا ضربات را که دیدن، کشتی هایشان ضربات را که دیده او را نمیگن. به ده ها کشتی از اینا را، حتی به روز گذشته ما با شما گفتم که یکی از تحت البحری های اتمی امریکا را ایران زده و او را غرق کرده. با تاریخ 17 اپریل کار صورت گرفته و او حال خطری از این است که او تشعشعات اتمی را از خود افراز کنه. خود اتمیک انرژی حالی به او ورخطاست که کشتی که غرق شده ای اتم داره و این کار ایران کرده. اما این را به دنیا و امریکا غربیان نمیگن. بعضی مبصرین آزاد در جهان غرب هستن که اونا دارن این موضوعات افشا میکنن که در عقب از اون با شما معلوم است که اسرائیل اونا افتادن تا
با یک رقم اونا رو یا خاموش کنن یا از بین ببرن. بنابراین چیزی که در جهان غرب ادامه داره یا اونا صدمه میبینن او رو هرگز نمیگن. اونا به دروغ به کاذبانه از رای پروپاگاند فشار میارن که به دنیا طوری نشان بده، به ایرانیا طوری نشان بده که نظام از اینا. به نظر از اونا ایران عملی هیچ سیستم دفاع هوایی نداره، ایران هیچ میزایل نداره، ایران تمام فابریکاهای تولید میزایلش از بین رفته، اردوی ایران به نظر از اونا منحل شدگی است، به قوای بحری ایران اونا کاملا مسمار کردن. حالا آدم سوال کنه که این همه چیز از بین بردی، خری مملکت چرا گرفته نمیتونی؟ به تنگی هرمز چرا در آمده نمیتونی؟ تیارات از فضا چرا رفته نمیتونه؟ که اگه این مملکت تو تباه است. خب معلوم میشه که دروغ میگن. از امی بابت رسانه های دیگهش مثل CNN می راپور تقدیم میکنه، میگه 70% میزایل ایران دست نخورده است. تولید پهپادهای ایران در سابق در دوران نرمال 500 پهپاد روز تولید میکرد. حال راپور تازه است که روز 1000 پهپاد داره تولید میکنه. یک تفاوت کلی است. بنان چیزی رو که اونا ادعا میکنن او به حقیقت هیچ نزدیکیتی نداره. از همین خاطر بازی های جعلی را شروع کردن. شما دیدین که دیروز یک حمله ساختگی را انجام دادن تا محبوبیت را که در امریکا از دست داده او را دوباره به دست بیاره. یک حمله که اصلا حمله نبود، چرا که اون نفر را که زدن او از بیرون از محل بوده. او را در جایی زدن که اصلا با دونالد ترامپ هیچ راهی نداشت. او در بالروم بوده، ایره در دالیز زدن. بازه تو یک نفر را زدن که حال خودشان میگه که خلل دماغی داره. خب واضح بود که نفر خودتان بوده، حالا که ناکام شده میگن که خلل دماغی داره. این رقم بازی های روان است که آقای سادات مشکل است که بله. آقای فاطمی، میخوایم به سفرهای آقای عراقچی اشاره داشته باشیم که سفر خود آقای عراقچی به روسیه چی پیام با آمریکا و آینده خاورمیانه خواهد داشت؟ چون به پاکستان رفتن و از اونجا پس به روسیه، با چی پیام میتونه این سفر به آمریکا باشه؟ ببینین حال حقایق در منطقه کشورها احساس درک میکنن. قطر، عمان، سعودی، اگرچه پاکستان هم در گروه است خود سرش اعتماد نیست، ترکیه و روسیه و چین در عقب از اینا دارن حال یک شکل نظامی جدیدی را در منطقه تشکیل میتن تا بالای امریکا فشار بیارن که ما به همی تیوری تو به نظر تو دیگه معتقد نیستیم، منطقه را تو باید ترک بگویی. و این شفته که بیایه امریکا خود به خود مجبور میشه، چرا که امریکا فعلا با همی کشورها حساب میکرد، حالی کشورها فاصله میگیرن. رفت آمدای عراقچی به عمان و به روسیه نه تنها که همین شرایط را که نو به امریکا پیش کردن که او یکی گپیش نمی است که شرایط ما را که شما نپذیرفتین خواهان حمله و جنگ هستین، ما حاضر به جنگ هستیم. یعنی ایران به یک رقم مذاکرات رد کرده فعلا. امی خاموشی را که شما میبینین چون ایران قاطعانه رد کرده، امریکا دیگر رای نداره. امریکا اگر بگه که ایرانی رد کرده و باید به حمله بیایه، اینال وقتی که به حمله میایه به او رقمی که او میخواه که حمله کنه او تجهیزات مکمل نداره. کشتیهایش که هست به او پوزیشن قبلی که بود در اونجا نیستن، به عقب رانده شدن. دیگه مشکل ای دارن که ایرانی ها به ذریعه GPS کشتیهای اینا را در کنترل خود گرفته. وقتی که اینا دیروز یک کشتی را تازه دوباره برگشتاندن آوردن به دریای تنگه هرمز، از خاطر که ایرانی ها او را گمراه کرده بودن. صدها کیلومتر رو از منطقه ایرانی ها کشیده بودن. وقتی که دیدن که اینا خب به طرف مخالف روان هستن و جی پی اسش برش میگه که با کلی درست روان هستی، پیش برو تو به سرحد میرسی، اقدر مانده و از منطقه برآمده. حالی این مشکل است با امریکایی که میگن خب با ما بازی ده اینجا هست که ما اگر فیرام کنیم ممکن فیر ما به طرف ایران نره، ما به دبین خود کشتی خود بزنیم. یعنی به این رقم مشکلات است که بسیاری میدیا و رسانه ها با او بحث نمی کنن. چرا که مسئله غرب است و غرب او را پوشیده نگاه میکنه، اما رسانه های آزادی را خبر میتن و باید مردم از اطلاع داشته باشند که حالت امریکا در منطقه خوب نیست. ایران دست بالا پیدا کرده و ایران داره منورینگ میکنه، بازی میکنه و رفتن به مسکو و جزی از امی بازی های بزرگ است که شما دیدین دیروز هم دو کشتی نفتی ایران از تنگه هرمز عبور کرد و او چطور عبور کرد؟ به ذریعه اسکورتینگ کشتی های جنگی روسیه.
حال روسیه کشتی خود در منطقه آورده، وقتی که کشتی ایران از منطقه میبره کشتی روسی هم راهش میره. امریکا بالای زو حمله نکرده نمیتونه. خب چرا حمله بالای کشتی جنگی فاطمی این چقدر میتونه تهدید در جنگ بعدی چقدر میتونه تهدید باشه حضور کشتی‌های روسیه در منطقه در تنگه هرمز؟ خب تهدید از خاطر است که اگر اینا با بالای کشتی روسی حمله میکنن یعنی جنگ با روسیه را اعلان میکنن، در اون صورت جنگ سوم جهانی میخیزه. چینایا در منطقه هستن، اونا متداخل میشن و این کار امریکا حال در اپوزیشن نیست که کار کنه. سابق اگه بود 3 ماه قبل حال نیست، تواناییش نداره، حال اون توانایی را نداره. خب بسیار خوب. چون حمایت از دشمن هرچند اگر دوستان باشه دشمن پنداشته میشه، یعنی سوال اساسی اینجاست که وقتی که روسیه از ایران حمایت میکنه و کشتی‌هایش بدرقه میکنه، آمریکا چرا نمیتونه؟ یعنی دلیل مشخصش. و همچنان فکر نمیکنین که کشورهای منطقه آمریکا را رها کرده و میاین به ایران میپیوندن؟ بله، آیسته در پالیسی ها شفت آمده رئیس. یگانه مملکتی که بسیار ضربه دیده و بر شما معلوم است امارات متحده عربی است. و علت از اون معلوم شد که خودشان اقرار کردن دیروز، هم تایمز آف اسرائیل ایره اقرار کرد و هم اکسیوس ایره اقرار کردن که ایرندوم اسرائیل انتقال داده بودند به امارات متحده عربی و اساکر اسرائیلی در امارات متحده عربی جابجا شده بودند. از این بابت ایران بسیار حمله بالای امارات متحده عربی میکرد. در حدود بیشتر از 3000 عملیات بالای امارات عربی کرده و در حدود 1500 حمله را بالای اسرائیل کرده و به دنیا سوال بود که دشمن اسرائیل از حمله بالای امارات صورت میگیره. حال خود اسرائیل ها اینا اقرار کردن که ایران از خاطر اونجا میزد که ایرندوم ما اونجا برده بودیم و ایران میخواست ایرندوم از بین ببره. ایران میخواست که اساکر ما را بزنه، بنان زیاد عملیات اونجا میکرد. اینال امارات متحده عربی از این فهمیده که کشورهای دیگری که با ایران مخاصمت نکردن، ضربه ندیدن و امارات متحده عربی چون طرف گرفت، اینال او تصمیم داره که در آینده پایگاه امریکا را دیگه نمیگیره، به طرفی خود حفظ میکنه و همچنان اسلحه قوی از دنیا، از چین، از جای میخره تا از خود دفاع کنه اما در مقابل کسی نباشه. این خودش یک شفت است در پالیسی های بین‌المللی. این که شما گفتین که چرا که امریکا میفهمه که روسیه طرف، شما میبینید که امریکا در اوکراین کاملا طرف است، اسلحه میته، مشاورینش در اوکراین است، اما چون مستقیم در مقابل روسیه نامده، بنان روسیه مستقیما امریکا را زده نمیتونه. اما روسیه میفهمه که در اوکراین جنگ در مقابلش از طرف امریکاست. امیر قم امریکا میفهمه که روسیه در پالوی ایران است، اسلحه میته، کمک میکنه، کشتیاش است، اما چون روسیه مستقیما بالای امریکا حمله نکرده، بنان امریکا مستقیما نیره گفته نمیتونه که دشمن ما اسرائیل روسیه است و ما باید با او با جنگ بریم. یعنی با پالیسی های چیز جنگی دنیاست که به طور نیابتی میان یکی دیگر را میزنن اما با یکی دیگر ظاهر نمیکنن و اظهار نمیکنن. آقای فاطمی بسیار کوتاه اگر اشاره داشته باشیم در ظرف 1 دقیقه، با توجه به اظهارات ترامپ و واقعیت‌های میدانی، قدم بعدی امریکا در برابر ایران چی خواهد بود؟ ما که از این فتر بعضی کلیپ‌ها را میشنم، اونا میگن که امریکا هر رقم عذرگزاری داره که ایران به یک رقم بالای میز مذاکره بیا. ایران به کلی حتی میگن که حاضر با میز مذاکره نیست. این چیزی است که در ظاهر ما شما نمیبینیم، اما ما از این فتره تا بال 3 کلیپ خود غربی‌ها را شنیدیم که اونا میگن که امریکا داره عذرگزاری میکنه به ایران که به هر رقمی از بالای میز مذاکره. از همین بابت روز گذشته مارکو روبیو و جی دی ونس در پالی تیار استاده بودن که اگر عراقچی به اسلام آباد دوباره که از عمان آمد شاید یک اشاره بده که پرواز کنن تا اینا پرواز کنن. عراقچی جوابشی بود که تا شرایط ما پذیرفته نشه ما بالای میز مذاکره نمیم، حمله میکنین با حملتان آماده هستیم، جنگ میکنین به جنگ آماده هستیم. حال امریکا میبینه که اجرای برش نمانده، مجبور است که یک راه پیدا کنه شرایط بپذیره. چرا که شما میبینین که رئیس شورای امنیت پارلمان ایران آقای ابراهیم رضایی در صحبت‌های خود گفت که پاکستان یک میانجیگر خوبی نیست و چیزایی که حقایق سوره گفته نمیتونه، برای واسه که به امریکا نصیحت کنه برای ما نصیحت میکنه، برای ما میگه که امریکا شانه نزنین، شرایط امریکا را بپذیرین، در حالی که امریکا که شرایط پذیرفته بود. اینا میگن که اینا پذیرفته بودن که لبنان از لبنان میبرن، اینا پذیرفته بودن که
پول منجمد شده ما را رها میکنن. اینا پذیرفته بودن که محاصره تنگی هرمز از بین میبرن. اینا پذیرفته بودن که، اما یک چیز اینا وقتی که بالای میز مسئله آمد نپذیرفتن. اما پاکستان امی جرأت نکرد که یک پرس کانفرانس دایر کنه و بگوید که امی گپا پاکستان امریکا برای من گفته بود، من حیث میانجی پیام به ایران رسانده بودم، امریکا در وعده خلافی کرده بنان ایران میگه امی چیز خود جرأت کو بیا بگو، امیر خود بگو که دنیا خود بفهمه. چرا دهنت بستی؟ چرا خدا خاموش نگاه میکنی؟ چرا حقایق نمیگی؟ در نزد دنیا ایران ملامت نشان میتن که ایران به مذاکرات نامده یا به صحبت ها نامده. ایران به مذاکره آمده، ایران شرایط پذیرفته، شرایط ایران دونالد ترامپ پذیرفته بود. خود ایساقدار و شهباز شریف زنگ زده، بزرگای ایران اطمینان داده که امریکا پذیرفته. وقتی که ما دوباره با میز مذاکره میایم اینا فرار میکنن و میگروزن. بسیار تشکر. بسیار تشکر. دکتر سید برال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در این بخش تحلیل سپاسگزار هستیم. جان سپاس که دعوت کردین. این بود تحلیل یک امشب. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.